زمین یکی از سیاره‌های منظومه آفتاب. زمین از روی مسافت تا آفتاب سومین و از روی حجم پنجمین سیاره در میان سیاره‌های منظومه آفتاب است. فرق اساسی زمین از دیگر سیاره‌های منظومه آفتاب موجودیت انسان در آن است. تصورات باستانی و تحقیقات اولیت در شناخت زمین. به نظر آدم باستانی زمین همچون یک چیز پهن و هموار می‌نمود که در مرکز عالم قرار داشته بالایش با گنبد فلک پوشیده شده است. این گمان ساده در امتداد تاریخی طولانی حکمرانی بود، حتی به همین گونه تصور به ترکیب دین‌ها هم وارد شده بود. بعداً در همان دنیای قدیم عقاید مختلف علمی و فلسفی عاید به شکل و اندازه و مقام زمین در کائنات نیز شکل گرفته تا حد به درجه یک عقیده تام رسیده بود که به پایه مستحکم تجربه و مشاهده های دقیق تکیه می‌کرد. این طبقه بعدی می‌دانستند که زمین کره شکل بوده در فضا معلق است. تقریباً در عصرهای 6-5 تا میلاد درباره مدور بودن شکل زمین دانشمند معروف یونانی زمین پیفاگور اظهار عقیده کرده بود. در میان سده 2 تا میلاد کراتس مالوسی نخستین مجسمه مصنوعی زمین گلوبوس را ساخته بود. بعدتر عصر 2 تا میلاد دانشمند پتولمی طرز و اصول ساخت گلوبوس را مفصل بیان کرد. پس از پتولمی اولین کسی که گلوبوس علمی ساخته است این ابوریحان بیرونی بود. اندازه های زمین، درازی دوره و رادیوس را باری نخست دانشمند یونانی اودوکس عصر 4 تا میلاد، ایرسترافن عصرهای 2-1 تا میلاد و پوسیدون عصرهای 2-1 تا میلاد با اصولهای گوناگون چین کرده بودند. عالمان خاورزمین به مقرر نمودن اندازه های زمین از سده 8 مشغول شدند و نارسایی های اندازه‌گیری های پیشینیان را برطرف کردند. خود بیرونی در تاریخ زمینشناسی همچون اختراعگر اصول کاملا نوی اندازه‌گیری معروف شده است که آن از معین کردن کنج پسشوی افق عبارت است. محض با همین اصول ابوریحان بیرونی رادیوس زمین را چین کرده است. پیدایش زمین. به آموزش پیدایش و انکشاف زمین فیلسوفان و استرونوم‌های قدیم پیفاگور، ارسطو، اریستارخ و دیگران ابتدا گذاشته بودند. در خاورزمین ابوریحان بیرونی، ابوعلی ابن سینا، ابوالحسن اخواری، ابونصر جیلانی، ابوالخیر رازی، محمد خوارزمی و دیگر متفکران برجسته در جریان جنبش و تغییرات تدریجی بودن قشر زمین را تأکید و تایید نموده از این موقع نظر سبب‌های پیدایش کوه و چشمه‌ها، وادی و دره‌ها و زلزله را از جهت علمی معنی داد کردند. نخستین فرضیه علمی از ابر غبار مانند پیدا شدن همه سیاره‌های منظومه آفتاب را سال 1755 طبیعت‌شناس و فیلسوف آلمانی کانت بیان کرده بود. سال 1796 متمتیک فرانسوی لاپلاس فرضیه کسموگونی خود را درباره پیدایش سیاره‌های منظومه آفتاب چاپ کرد. بنابراین فرضیه جرم‌های این منظومه از طومانات گازی پیدا شدند. موافق فرضیه پیشنهاد کرده عالم شوروی شمیدت سال 1944 آفتاب در سیر گالاکتیکا از ابر غبار مانند شهابی گذشته آن را در شرایط بسا مساعد به میدان جاذبه خود گرفته است. در نتیجه برخورد و چسبیدن ذره‌ها ماده های لخته ترکیب یافتند. از همین لخته ها که از حساب چسبش ذره های نو به نو می افزودند سیاره ها از جمله سیاره زمین به وجود آمده است. موافق خلاصه های علمی امروزه زمین در منظومه آفتاب قریب 4.5 میلیارد سال پیش در نتیجه فشار جاذبه‌ای طومانات گاز و غباری پیدا شده است.
در این حال حجم تومانات خرد شده سرعت چرخزنی افزوده است که این باعث زیدشوی تومانات و تشکل قرص گردیده است. هنگام فشرده شوی تومانات گاز و غباری بلند شوی حرارت سر شده در مرکز ستاره آفتاب و از ماده های اطراف آن دیگر سیاره ها به وجود آمدند. زمین در ابتدا سرد بوده از کاهش عنصرهای رادیواکتیوی قعر خود اوران، تاری و دیگر ماده ها حرارت پیدا کرده است. در نتیجه دیفرنسیاسیون زمین به قبضهای هسته، مایع و سخت، منطیه و قشر تقسیم شده است. مجموع این قبضها را که با سطح سخت زمین محدود می شوند بعضاً شرطی زمینی سخت می نامند. مقایسه زمین با دیگر سیاره های منظومه آفتاب. شکل زمین را با گیوئید قیاس می کنند که از شکل کروی کم فرق می کند. گیوئید سطح برجسته محدود است که به سطح میانه آب بحر و اقیانوس ها در حالت آرامی موافق می آید. زمین در اطراف مرکز گالاکتیکا یک دوره گردش گالاکتیکی تقریباً به 200 میلیون سال برابر، در اطراف آفتاب یک دورش 1 سال و در اطراف محور خود در یک شبانه روز 1 مرتبه دور میزند. در نتیجه پرسسیا تقریباً در 26,000 سال و نوتاسیا تقریباً در 18 سال آهسته آهسته سمت محور گردشش را تغییر میدهد. عوض شوی فصلهای سال نتیجه به طرف سطح مدار اکلیپتیکا مایل کردن محور گردش زمین می باشد. ماه در گرد زمین از روی مدار الیپسی در مسافه به حساب میانه 384,400 کیلومتر دور میزند. مسه ماه تقریباً به مسه زمین برابر است. مرکز مسه های منظومه زمین ماه از مرکز زمین به اندازه 3/4 رادیوس آن تقریباً 4700 کیلومتر عقب میماند. هر دو جرم زمین و ماه در اطراف مرکز مسه های منظومه دور میزنند. نسبت مسه ماه به مسه زمین در بین تمام سیاره های منظومه آفتاب و ردیفان آنها از همه بیشتر است. بنابراین منظومه زمین ماه را اکثر دو سیاره های دوگانه می شمارد. در علم استرونومیا منطقه‌ای که در نسبت به ستاره منطقه‌ای که در آن احتمالات بلندی به وجود آیه حیات هست اینا منطقه‌های حیاتی میگن. هر یک ستاره وابسته از درخشانیش، وابسته از مساش، وابسته از افکنشش، هر یک ستاره منطقه حیاتی دارد. مثلا منطقه حیاتی برای آفتاب ما از 0.9 واحد استرونومی، یعنی 0.9 واحد استرونومی تا 1/3 واحد استرونومی برای آفتاب منطقه حیاتی به حساب میروند. یعنی که سیاره که در همین منطقه نسبت به آفتاب میافتد در آن احتمالات بلندی به وجود آمدن حیات هست. همین زمین ما در این منطقه وقتی که جایگیر شده است در این شرایطی به وجود آیه حیات پیدا شده است. زمین همچون چون دیگر سیاره سیستم آفتابی یک جایه با سیاره دیگر نظام آفتابی پیدا شده است. تاریخ پیدایش زمین با 4.5 میلیارد سال رقم زده می شود. طبقه جغرافیا. قسمی زیادی روی زمین را اقیانوس‌های عالم به مساحت 361 میلیون کیلومتر کوادراتی یا 70.8% را
اشغال کردند. اقیانوس‌های عالم از اقیانوس‌های آرام، اتلانتیکا، هند و یخبسته شمالی عبارت است. بعضی محققان قسم‌های نزدیکترین اقیانوس‌های اتلانتیکا، آرام و هند را به اقیانوس علیحده جنوبی جدا می‌کنند. جای عمیق‌ترین اقیانوس ناوه ماریانا در اقیانوس آرام 10920 متر، عمق میانه اقیانوس 3900 متر بها می‌دهند. خشکی 149.1 میلیون کیلومتر کوادراتی یا 29.2% را تشکیل می‌دهد که 6 ماتریک کلان اوراسیا، افریقا، امریکای شمالی، امریکای جنوبی، انتارکتیدا، استرالیا و همچنین جزیره‌های سرشمار به وجود آمده است. با ماتریک‌ها تقسیم کردن خشکی با تقسیمات به طرف‌های عالم موافقت نمی‌کند. اوراسیا دو طرفی عالم، اروپا و آسیا و ماتریک‌های امریکایی یک طرفی عالم، امریکا را در بر می‌گیرند. بعضاً جزیره‌های اقیانوس آرام را همچنین قسمتی مخصوص اقیانوسیا جدا می‌کند که مساحت آن یکجا با استرالیا حساب کرده می‌شود. طبقه جغرافیا یعنی طبقه لندشافتی دارای خصوصیت‌های طبیعی زمین است که غوصه آن 40 کیلومتر زیاد نیست. فعالیت خودجگی انسان در همین جا می‌گذرد. انرژی منبع‌های گوناگون اساساً آفتاب در حدود طبقه جغرافیا لندشافتی به گرمی مولکولی، کیمیایی، کینتیکی، پتانسیلی، الکتری بر این شکل‌های انرژی تبدیل می‌یابد. به سبب کره شکل بودن زمین، طبقه جغرافیا به منطقه‌های ارضی تقسیم شده است که آنها چون منطقه‌های گرمی از جهت اقلیم فرق کننده ظاهر می‌گردند. نمودی روی زمین از تأثیر قوه‌های طبیعی و فعالیت خودجگی انسان تماماً تغییر یافته است. منبع اساسی همه روندهای در طبقه جغرافیا به عمل آمده انرژی آفتاب می باشد. بین تروپیکای شمالی و جنوبی آفتاب در یک سال 2 بار در سمت راست قرار می گیرد. دوامات روز در خط استوا در دوام سال به 12 ساعت برابر بوده، بین تروپیک‌ها از 11 تا 13 ساعت فرق می کند. در عرضهای معتدل و در دایره‌های قطبی در سمت راست قرار می گیرد. بلندی نصف روزی وی تابستان نسبت به زمستان خیلی زیاد است. این تفاوت‌های موسمی برابر نزدیک شوی به قطب می افزاید. در تابستان آفتاب در پس دایره‌های قطبی غروب و زمستان وقت زیاد طلوع نمی کند. در قطب‌ها سال به 6 ماه روزانه و 6 ماه شبانه تقسیم می شود. همه ترکیب‌های هیدروسفر یا طبقه آبی زمین آب دارد. این آب همه گیوسفر زمین را فرا می گیرد. بیش از 94% حجم عمومی هیدروسفر در اقیانوس و بحرها، قریب 4% در آبهای زیر زمینی، قریب 2% در ترکیب کریوسفر و همگی 0.013% در آبهای روی زمینی خشکی، دریاها، کلها، آبانبارها، بطلاقها جایگیر است. قسم بیشتری هیدروسفر در قشر زمین و منطقه زمین جایگیر است، ولی آبهای زیر زمینی که در مبادله آب با محیط اطراف فعالانه اشتراک می کنند فقط 0.7% ذخیره های عمومی را تشکیل می دهند. در حدود خشکی آبهای روی زمینی در کلها، آبانبارها، بطلاقها و دریاها جمع می شوند. مقدار زیادی آب در کلها از روی بهادی‌های گوناگون از 176 تا 275 هزار کیلومتر کوبی موجودند. در طبیعت زمین کریوسفر که در آن ذخیره‌های بزرگی آب در نمود یخ و برف و سردی جمع شدن نقش بزرگ دارند. یخ آبی طبیعی از جمله زیرزمینی مساحت 72.4 میلیون کیلومتر کوادراتی
یا 14.2% روی زمین و 50% سطح خشکی. پیریخ‌ها و پوشش پیریخی 16 میلیون کیلومتر کوادراتی یا 11% خشکی. یخ زیر زمینی 32 میلیون کیلومتر کوادراتی یا 21.5% خشکی. یخ بحری 26 میلیون کیلومتر کوادراتی یا 7% اقیانوس را تشکیل می‌دهد. برف و یخ روی زمین را در دوام سال از 53.6 تا 91.2 میلیون کیلومتر کوادراتی که در آخر سده 20 ابتدای سده 21 به 99.2 میلیون کیلومتر کوادراتی رسیده است می‌پوشاند. مسئله از همه زیادی یخ‌های روی زمینی را پیریخ‌ها و پوشش‌های پیریخی تشکیل می‌دهند. یخبندی حاضره در انتارکتیدا، آمریکای شمالی با گرینلندیا، اروپا، آمریکای جنوبی، اقیانوسیا، آفریقا پهن شده است. مساحت قبط موسمی برف در نیمکره شمالی بیشتر بوده، در آنجا آن ماتریک بزرگ را می‌پوشاند. در نیمکره جنوبی برف کمتر بوده، بیشتر در خشکی اقیانوس عالم به نظر می‌رسد. یخ‌های بحری زمستان در نیمکره جنوبی در مساحت‌های کلان اقیانوس عالم در اطراف انتارکتیدا در منطقه برش 500-2000 کیلومتر به وجود آمده تابستان آب می‌شوند و از آنها تنها ایزی باریک باقی می‌ماند. در نتیجه گرمشوی گلوبالی اقلیم، حجم کریوسفر کوتاه و مساحت یخ‌های بسیار ساله در اقیانوس یخبسته شمالی کم شده ایستاده است. سیاره‌های گروه زمین نسبت به سیاره‌های گروه عظیم عمومیت‌های خاصی خود را دارند. یک چند عمومیت‌ها را نامبر می‌کنم، خصوصیت‌هاشون را. خصوصیت فرق کننده‌شون همین است که آنها زیچی زیاد دارند. سیاره‌های گروه زمین زیچی زیاد دارند. خب اندازه نسبتاً خرد دارند نسبت سیاره‌های گازی. خب در اطراف آفتاب با صورت زیادتر دور می‌زنند. یکی از خصوصیات دیگرشون این است که زیچی‌هاشون نسبت به زیچی سیاره‌های گروه عظیم یا که گازی زیادتر است. سبب چیست که سیاره‌های گروه زمینی سطح سخت دارند، زیچی زیادتر دارند. سیاره‌های گروه عظیم باشند یا گازی باشند اینا سطح سخت ندارند، اساساً گاز مانندند. سبب همین است که در وقتی پیدا شوی سیستم آفتابی، وقتی که آفتاب پیدا شد در مرکز آفتاب ریاکسیون ترمویادری به عمل آمد، اون استحصال کردن گرمی را شروع کرد. در اینجا همین ماده های گازی و چنگی که در اطراف آفتاب دور می‌زدند، همین ها از دو گروه یعنی ماده ها الیمنت ها عبارت بودند. الیمنت های نسبتاً وزنی و الیمنت های سبک. الیمنت های سبک وقتی که در نزدیکی آفتاب در اطراف آفتاب در می‌زدند، در نتیجه گرم شدن آنها صورت زیاد را صاحب شدند و در نتیجه همین الیمنت های نسبتاً سبک در تاثیر گرمی آفتاب، در تاثیر شمال آفتابی از نزدیکی آفتاب پرتافته شدند، یعنی که رفته شدند. در نتیجه در همین نزدیکی در مدار سیاره‌های گروه زمین مانند همین الیمنت‌های وزنی جایگیری شدن گرفتند. وقتی که الیمنت‌های وزنی جایگیری شدن گرفتند، از اینها سیاره‌های گروه زمین، سیاره‌های سطح سخت داشته پیدا شدند. سیاره‌های گروه زمین مثلا اول زمین، عطارد، مریخ و زهره میباشند. زمین اساساً کره مطلق نیست. زمین با گیوید یا که به طور عادی بگوییم به تخم شکل است، به تخم مانند است. زمین از چه سبب کره مطلق نیست؟ چون که زمین در اطراف محورش دور میزند. در اطراف محور دور زدن از قطب‌ها فشرده میشود. موافق قانون‌های فیزیک وقتی که جسم در اطراف یگان محور با یگان سرعت دور میزند، در وی وابسته از دورش
چرخشش در اطراف یگان محور. خب سرعتی در قسم‌های اکواتوریش سرعت کنجی زیاد شده، در اینجا قوه‌های مرکزگریز زیاد میشوند. وقتی که قوه‌های مرکزگریز در دل خود جرم زیاد شد، اون خون و خو از قطب‌ها فشرده میشود. زمین از بس که در اطراف محورش با یگان صورت معین دور میزند، بنابراین از قطب‌ها فشرده شده است. بنابراین ما زمین را کره مطلق گفته نمیتوانیم. منطقه و ناحیه‌های جغرافیا. منطقه‌های جغرافیایی وابسته به آن که تشکل آنها در نوبت اول به حجم رادیاسیای آفتاب وابسته است، مساحت دقیق ارضی داخلی دارند. در حدود منطقه‌ها که در خشکی زمین حدودهای نسبتاً وسیع را اشغال می‌کنند، در نتیجه توازن‌های گوناگون انرژی و شرایط‌های نمناکی تفاوت‌های طولی و بخشی ظاهر می‌شوند. خشکی زمین را به منطقه‌های ارکتیکی، انتارکتیکی، سوبارکتیکی، سوبانتارکتیکی، معتدل، سوبتروپیکی، تروپیکی، سوب اکواتوری و اکواتوری تقسیم می‌کنند. منطقه ارکتیکی مساحت 6 میلیون کیلومتر کوادراتی یا 4% خشکی را اشغال می‌کند. منطقه‌های انتارکتیکی را قریب پره بیابان‌های یخپوش انتارکتیکا فرا گرفتند که مساحت 14 میلیون کیلومتر کوادراتی یا 9.4% خشکی را اشغال می‌کنند. منطقه سوبارکتیکی مساحت 13.5 میلیون کیلومتر کوادراتی یا 9% خشکی را اشغال می‌نمایند. منطقه‌های معتدل در زمین از همه پهناورترین بوده، مساحت 38.8 میلیون کیلومتر کوادراتی یا 26% خشکی را اشغال می‌کنند. منطقه‌های سوبتروپیکی مساحت 21.6 میلیون کیلومتر کوادراتی یا 14.5% خشکی را اشغال می‌کنند. برای آنها عوض‌شوی خیلی مرکب ناحیه‌ها خاص است که با درجه گوناگون و خصوصیت نمناکی علاقه‌مند می‌باشند. منطقه‌های تروپیکی مساحت 29.1 میلیون کیلومتر کوادراتی یا 19.5% خشکی را اشغال می‌کنند. در این منطقه‌ها لندشافت‌های گرم و خشک بیابانی و نیم بیابانی انکشاف یافته، در افریقا، استرالیا، آسیا، اینچنین آمریکای جنوبی مساحت وسیع را فرا گرفتند. منطقه‌های سوب اکواتوری مساحت 19.6 میلیون کیلومتر کوادراتی یا 13.1% خشکی را اشغال کردند. منطقه اکواتوری در مساحت 6.4 میلیون کیلومتر کوادراتی یا 4.4% خشکی در آمریکای جنوبی، افریقا و آسیا دامن گسترده است. ساختار ناحیوی منطقه خیلی ساده است. در حدود آن ناحیه‌های بیشه‌های همیشه سبز سرباران موجودند که از شمال، شرق و جنوب با ناحیه‌های بیشه‌های همیشه سبز آمیخته با درختان برگریز فرا گرفته شدند. تاریخ گئولوژی زمین. در طول بیش از 4.5 میلیارد سال موجودیت، سیاره زمین تحولات مرکب را از سر گذرانیده است. فهمیش یگانه تاریخ گئولوژی زمین به خصوص دوره‌های ابتدایی انکشاف سیاره وجود ندارد. تاریخ گئولوژی زمین دقیقاً از 1 میلیارد سال پیش آغاز می‌یابد. در تاریخ انکشاف گئولوژی زمین دوره‌های وند 535 میلیون سال پیش، کمبری 535-490 میلیون سال پیش، اردویک 490-443 میلیون سال پیش، سیلور 443-418 میلیون سال پیش، دیوان 418-360 میلیون سال پیش، انگیسسنگ 360-295 میلیون سال پیش، پرم 295-251 میلیون سال پیش، تریاس 251-200 میلیون سال پیش، یورا 200-145 میلیون سال پیش، تباشیر 145-65 میلیون سال پیش، پلیوگن 65-23 میلیون سال پیش، نیوگن 23-1.8 میلیون سال پیش، دوره چهارم 1.8 میلیون سال پیش تا امروز را جدا می کنند.
давраҳо дар эраҳои палеозой 535-251 миллион сол пеш, мезозой 251-65 миллион сол пеш ва кайнозой 65 миллион сол пеш то имрӯз муттаҳид шуданд. таърихи инкишофи олами органикӣ дар замин. тасаввуроти ҳозира дар бораи давраҳои аввали инкишофи ҳаёт дар замин асосан фарзия мебошанд, чунки давраи синтези абиогенӣ ва таҳаввулоти пайвастаҳои органикӣ аз ҳудудҳои аз ҷиҳати геологӣ ҳуҷҷаткунонидаи таърихи замин қариб 4 миллиард сол пеш берун мебарояд. эҳтимоли ин равандҳо ба давраи сайёраи нахустин тааллуқ дорад ва шояд шакли аввалини тоҳуҷайравии ҳаёт дар рӯи замин макони муваққатии ассамблеяҳои худҳосилкунандаи молекулаҳои кислотаҳои рибонуклеинат буданд, ки дар сатҳҳои намнок дар натиҷаи хушк шудани ҳавзҳои хурд пайдо шуданд. одам ва замин. наздиктарин ниёгони одам дар замин тақрибан 6 миллион сол пеш дар амрикои шимолӣ пайдо шуданд. мувофиқи бозёфтҳои навин, одами қадимтарин ба истилоҳ гоминид 2 миллион сол пеш зиста будааст. солҳои 1973-1974 бозёфтҳои Эфиопия ва Танзания исбот карданд, ки ниёгони гоминидҳо 3.5 миллион сол пеш аз ин пайдо шуданд. одами сурати ҳозира, одами соҳибфикр тақрибан 40 000 сол пеш дар охири палеолит ташаккул ёфтааст. масъалаи ҷойи пайдошавии одам ҳанӯз аниқ ҳал нашудааст. як гурӯҳи олимон африқоро маъвои одами нахустин медонанд, гурӯҳи дигар Авроосиё ва севуминҳо атрофи баҳри Миёназаминро. акнун дигар замин хонаи муқимии сокинонаш инсонҳо гардид ва бо гузашти солҳо шумораи инсоният рӯ ба афзоиш ёфт. мувофиқи ҳисобҳо, шумораи аҳолии замин дар соли 1804 1 миллиард, 1960 3 миллиард, 2006 6.5 миллиард, июни соли 2017 7.55 миллиард нафарро ташкил медиҳад.